چگونه بسوزم با کدامین آتش اندوه، ای راست قامتان بیگناه، از غم شما افسوس و آه. در آتش آدمات چرا آتش به جان زدید؟ طعنه به آب روان زدید، سوختید خاکستر شدید. بگذارید بسوزید خاکستر شوید، بگذار خاکسترها را باد ببرد، شاید بالاتر آب باشد. ای نخلستان شعله ور، شعله بر دل من زدید. آره بسوزید بمیرید خاکستر شوید تا خاکستر شوم. آخه کسی نشنید ناله های شما را؟ چگونه فریاد زدید ای آدما به داد ما، میان آتش برسید. اینجا گرم است، جهنم روی زمین است، مرگ جبین است، درد همین است، سوختن چنین است. وقتی اولین نخل در آتش می سوخت فریاد کمک کمک سر داد، اما جز نخل‌های همسایه دیگر فریاد رس نبود، کس نبود. نخل‌های همسایه ریشه ها را پا کردند تا فرار کنند، اما ریشه ها در پی آب چنان در دل زمین در سجده آب فرو رفته بودند که راه نجات نبود. استوار و محکم در هیاهو ناله ها یکی یکی آتش را در آغوش گرفتند، سوختند، مردند، رفتند. آه افسوس، ای کاش نخل‌ها چون آدما تکلم داشتند، سخن میگفتند، فریاد میزدند، شاید میشنیدیم درد سوختن را. آتش مرگ بود، شعله ور برگ بود. آتش سوخت نخلستان را، دل خوبان را. چگونه تصور کنم سوختن برگهای خشک را در روزی که تبد و لوار سوزانتر از آتش بود؟ چگونه دل آتش نگیرد وقتی یک نخلستان گرفتار در آتش مرگ را راه نجات نیست، آب نیست؟ بسوزید خاکستر شوید، منتظر آب نمانید. اینجا کربلای دیگر است، کربلای به نام شارک. شاید بعد سوختن آب دلش کباب شود و از خجالت ذره ذره آب شود، عذاب شود. رسم زمانه آتش زدن است، نه آب دادن. شاید هنوز هم در حال سوختن هستید، شاید هنوز منتظر آب هستید. نه دیگه، بمیرید. در کربلا که آب نیست، حتی امید به سراب نیست. اگر غم و اندوه نخلستان سوخته را به سنگ گواجویک بگویید، از درد سنگ بر سر خویش سنگ میکوبد، دیوار به دیوار تکیه میدهد تا فرو نریزد. برای مرگ نخلستان لحظه‌ای فریاد را سکوت و آه را افسوس، درد را دود، اندوه را با شکوه فریاد بزنیم و به احترام مرگ خاکستر شده ها آتش را سلام بدهیم. ای آدما، تکرار نکنیم آتشی که آتش بر جان و دلها شود. عجیب آتشی
عجیب دردی است، درد آتش مرگ نخلستان سوخته. عجیب دردی است. بدرود شارکی.